بسم الله الرحمن الرحیم. خبرنگاران محترم، جامعه رسانه‌ای عزیز افغانستان، مردم با شرف و با شهامت کشورم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ابتدا میخواهم از صمیم قلب از حمایت، پشتیبانی و قدم و قلم برداری در زمینه حمایت از دفتر نی، حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، هم از خبرنگاران، هم از جامعه رسانه‌ای، هم از مردم با شهامت افغانستان و هم از نهادهای ملی و بین المللی صمیمانه شخصا و به نمایندگی از دفتر نی سپاسگزاری کنم. قطعا اگر این حمایت ها نبود، ما در حدود 17 سال اخیر نمی توانستیم فعالیت داشته باشیم. آنچه ما انجام دادیم شاید خیلی کوچک بود، ولی قطعا صادقانه و از صمیم قلب بود. امیدوار هستم در آینده با تحول مثبت در شرایط سیاسی و اجتماعی افغانستان، این فعالیت هایی که در گذشته داشتیم را بتانیم ادامه بدیم. اما در حال حاضر با توجه به وضعیت سیاسی و شرایط نامساعد در افغانستان، رهبری دفتر نی، حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، در آخرین نشستشان در ماه جدی سال 1402 به این تصمیم رسیدند تا فعالیت‌های دفتر نی به صورت موقت در داخل افغانستان متوقف باشد. به آگاهی تمامی خبرنگاران و نهادهای مرتبط رسانیده می شود که پس از نشر این ویدیو هیچ شخصی، چی به صورت حقیقی و چی به صورت حکمی، نمی تواند از دفتر نی، حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، نمایندگی بکند. دلایل توقف فعالیت‌های دفتر نی بعداً و در صحبت با رسانه‌ها با جزئیات ارائه خواهد شد. در حال حاضر به همین ویدیو اکتفا می‌کنیم. ایام به کام تمامی مردم سرزمینم باد. می‌دانم که سرزمینم روزهای سختی را سپری می‌کند. قطعاً بر اساس وعده خدا بعد از هر سختی آسانی است. قطعاً بعد از هر سختی آسانی است. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد.